امروز 14 سپتامبر هوا در جمهوری کمی پس آمد، یعنی که حرارت هوا 45 درجه پس آمد. بعداً باز از 15 تا 18 آگوست در جمهوری حرارت روزانه 45 درجه گرم می شود، یعنی که در ولایت ختلون در این دوره حرارت شبانه 15-20 درجه گرم باشد. روزانه حد گرمی تا 33-38 درجه گرم پیشگویی می شود. در قطارگوهای ولایت ختلون هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه حد گرمی 25-30 درجه گرم پیشگویی می شود. اینچنین در ولایت سوخ از 15 تا 18 آگوست هوای کم ابر به بروج در نظر است و حالت هوا در وادی ها شبانه 10-15 درجه گرم باشد، روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در کوه ولایت سوخ هوا شبانه 5-10 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در نایب طبی مرکز هوا از 15 تا 18 آگوست هوای کم ابر به بروج در نظر است و حالت هوا در وادی ها شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه حد گرمی با 30-35 درجه گرم پیشگویی می شود. در کوه نایب طبی مرکز هوا شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت مقطار کوهستانی بدخشان هوای تغییرابنده به بروج در نظر است و حالت هوا در غربی ولایت مقطار کوهستانی بدخشان شبانه 10-15 درجه گرم باشد، روزانه حد گرمی تا 25-30 درجه در نظر است. در شرق همین ولایت شبانه 0.5 درجه خنک می شود، روزانه حد گرمی 10-15 درجه گرم پیشگویی می شود. در شهر دوشنبه از 15 تا 18 آگوست هوای کم ابر به بروج در نظر است. حرارت شبانه 17-18 درجه گرم باشد، روزانه با 33-35 درجه هوا گرم پیشگویی می شود.